بله، موضوعی که امروز در مورد اون ارائه خواهیم داشت در مورد مناطق یا محله‌های آلاینده صفر هست و موضوعی هست که در چندین سال گذشته من هم در دوره دکترای خودم روی این موضوع تمرکز داشتم و هم بعد از اون در فعالیت‌هایی که در مرکز تحقیقاتی سینتف شروع به کار کردم فعالیت خودم رو روی این زمینه ادامه دادم. در واقع مسئله مناطق یا محله‌های آلاینده صفر که امروز من در مورد اون صحبت می‌کنم در ارتباط هست با یک پروژه تحقیقاتی به همین نام در کشور نروژ که این پروژه تحقیقاتی با نام Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities FMEZN شناخته میشه و در واقع این پروژه یک پروژه حالا شکلی از پروژه هست که به نام FME در کشور نروژ شناخته میشه و در واقع نوعی از پروژه ها هستن که بر روی مسائل انرژی و مسائل دوستدار محیط زیست تمرکز میکنند. این پروژه تحقیقاتی در سال 2017 شروع شد. یک پروژه تحقیقاتی 7 ساله بود که تا پایان سپتامبر سال گذشته، سال میلادی گذشته ادامه داشت و توسط ریسرچ کانسیل کشور نروژ حمایت مالی داشت. دانشگاه علم و صنعت نروژ، دانشگاه NTNU و مؤسسه تحقیقاتی سینتف در واقع میزبانی این پروژه رو بر اختیار داشتند. پروژه حدود 33 شریک تجاری داشت و در حدود 6 ورک پکیج مختلف در پروژه مشغول به کار بودن و نهایتاً برای اینکه بتونیم آموخته‌های خودمون رو در طول این سالیان به مرحله اجرا بذاریم 11 پروژه پایلوت در این ریسرچ سنتر وجود داشت تا بتونیم مسائل و مفاهیمی رو که در طول سالها گسترش دادیم بر روی اونها به مرحله اجرا در بیاریم و به صورت عملی عملکرد اونها رو ببینیم. در این اسلاید یه مختصری رو مشاهده می‌کنیم از پارتنرهای پروژه. همونطور که گفتم پروژه حدود 33 پارتنر مختلف داشت که این پارتنرها در بخش‌های مختلف کاری تمرکز داشتن، از شرکت‌های خصوصی گرفته، شرکت‌های مهندسی مشاور، شرکت‌های معماری، شرکت‌های عمرانی، شرکت‌های انرژی و شرکت‌های حمل و نقل و در بخش دولتی بزرگترین شریک ما در واقع شهرداری ها بودن، شهرداری ها در کل کشور نروژ بعضی از اونها و همچنین یکی از مهمترین شرکای ما اداره ساختمان های دولتی کشور نروژ که با نام ستاتسبیک شناخته میشه یکی از شریک های مهم کاری ما بودن در این پروژه. از نظر در بخش علمی و تحقیقاتی دو شریک پارتنر داشتیم در پروژه که دانشگاه علم و صنعت نروژ و مؤسسه تحقیقاتی سینتف بودن. در شکل پایین در سمت راست تصویر رو مشاهده می‌کنیم از بعضی از پروژه های پایلوت که در مؤسسه تحقیقاتی زن داشتیم. این پروژه ها کاربری های متفاوتی رو به خودشون اختصاص میدادن. یکی از اونها کمپس خود دانشگاه NTNU نروژ بود که در واقع هدف این بود که بخشی از کمپس رو به عنوان یک مرکز آلاینده صفر توسعه بدن. یک مدرسه کشاورزی یک پایلوت دیگر بود. یک پایلوت دیگر یک شهرک یک فرودگاه قدیمی بود که در واقع هدف این بود که اون رو تبدیل به یک شهرک مسکونی کنن با مجموعه از خدمات و نیازهایی که برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان لازم هست و بیشتر بقیه پایلوت ها هم به صورت مجتمع‌های مسکونی و خدماتی و اداری بودن. همونطور که گفتم پروژه از 6 ورک پکیج مختلف یا گروه‌های کاری مختلف تقسیم شده بود. ورک پکیج اول بر روی مفاهیم، ساختارها و اینکه چطور اصلا میتونیم ما یک منطقه یا محله آلاینده صفر رو طراحی و اجرا کنیم.
و در واقع چیزهایی که امروز من در مورد اونها حرف میزنم خلاصه مختصری هست از فعالیت‌هایی که در ورک پکیج اول انجام شده. ورک پکیج دوم بر روی معیارهای سیاسی، نوآوری و مدل‌های کسب و کار اختصاص داشت. ورک پکیج سوم بر روی طراحی خود ساختمان‌ها اختصاص داشت، اینکه چجوری ساختمان‌های افیشنت رو طراحی کنیم. ورک پکیج چهارم بر روی مسئله انعطاف پذیری انرژی یا انرژی فلکسیبیلیتی اختصاص داشت و ورک پکیج پنجم بر روی تولید و توزیع محلی انرژی های پاک در اسکیل بزرگتر اختصاص داشت. ورک پکیج آخر هم بر روی اینکه چجوری ما آموخته هامون رو بتونیم بر روی پایلوت ها اجرا کنیم و ازشون تجارب مختلفی رو کسب کنیم اختصاص داشت. در طول 7 سال گذشته که مرکز فعال بود، گزارش ها و مقالات و چکیده های مختلفی از موضوعاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و همچنین دانشجویان دکترا، اساتید و محققین دیگر که در مرکز مشغول به کار بودن به اجرا رسونده شده که خلاصه ای از این یا لیست این مطالب رو میتونین در لینکی که در اسلاید مشاهده میکنین پیدا کنین. ولی خب 3 تا از مهمترین مدرک ها یا 3 تا از مهمترین گزارش هایی که در واقع ما در طول 7 سال گذشته به صورت گزارش های زنده با اونها سر و کار داشتیم در این اسلاید مشاهده میکنیم. منظورم از گزارش های زنده گزارش هایی هست که هر سال در پایان سال ما برای اونها یک آپدیت جدید ارائه میدادیم. در واقع این گزارش ها از سال 2017 آغاز شدن و در پایان هر سال یک آپدیت جدید بر اساس آموخته هامون از پروژه ارائه شده است برشون. گزارش اول از سمت چپ اختصاص داره به اینکه ما اصلا مفهوم مناطق آلاینده صفر رو چجوری تعریف میکنیم و گزارش دوم به این موضوع اختصاص داره که چطور میتونیم بعد از اینکه تعریف رو به صورت دقیق انجام دادیم این مفاهیم رو بر روی پایلوت ها به اجرا برسونیم. و گزارش سوم در واقع به این موضوع اختصاص داره که فرایند دستیابی به مناطق آلاینده صفر چی هستند، چه مراحلی رو باید طی کنیم، چه زینف‌هایی در پروژه درگیر هستند و ارتباط هر کدوم از این زینف‌ها در پروژه در تمامی مراحل با همدیگر به چه شکل خواهد بود. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم در ابتدا باید بدونیم که در واقع منظور ما از یک نیبرهود یا به زبان فارسی منطقه یا محله چی هست وقتی در مورد اون صحبت میکنیم. منظور ما از نیبرهود مجموعه از ساختمان هایی هست که با همدیگر در ارتباط هستند و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز اونها که به صورت مشخص در یک محدوده جغرافیایی مشخص قرار گرفتن. زیرساخت‌ها میتونن زیرساخت‌های مربوط به انرژی، آب و سیستم‌های حمل و نقل باشن. با در دست داشتن این تعریف ما میتونیم مناطق آلاینده صفر یا یک زیرو امیشن نیبرهود رو تعریف کنیم به عنوان نیبرهودی که در واقع هدف اصلیش کاهش و جبرانسازی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای هست تا اینکه به یک سطح بالانس صفر دسترسی پیدا کنه در طول یک مدت آنالیز مشخص و با توجه به هدفی که از قبل براش در نظر گرفته شده. وقتی در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صحبت می‌کنیم توجه داشته باشین که هم گازهای گلخانه‌ای مستقیم و هم غیر مستقیم رو در نظر می‌گیریم اینجا و هدفمون کاهش و جبرانسازی تمامی این گازها هست. در واقع هدف اصلی این تعریف و هدف اصلی این مجموعه تمرکز بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای هست و رسیدن به یک سطح بالانس صفر. ولی خب این تنها چیزی نیست که ما در تعریفمون بهش
بر روی اون تمرکز میکنیم و مسائل دیگری هم هستند که از جمله اینکه انرژی منطقه، میزان انرژی مورد نیاز منطقه چقدر هست، توان مصرفی منطقه چقدر هست، معیارها و فرمهای شهری منطقه به چه شکل هستند، سیستم حمل و نقل منطقه به چه شکل هست و در نهایت مسائل اقتصادی منطقه به چه شکل مدیریت خواهند شد. برای اینکه بتونیم این تعاریف و این مفاهیم رو در نظر بگیریم و اونها رو با همدیگه برای یک نیبرهود به کار ببریم، یک ساختار مشخصی از ابتدای کار در مرکز تحقیقاتی زن در نظر گرفته شد برای این مفهوم و در واقع همونطور که تو شکل مشاهده می‌کنیم مجموعه‌ای از باکس‌های مختلف هست. باکس سمت چپ یک مرحله فرایند رو نشان میده، در واقع چجوری ما میتونیم به مناطق آلاینده صفر دسترسی پیدا کنیم، چه فازهایی وجود دارند، اصلا چه مفاهیمی رو در تعریف مناطق آلاینده صفر در نظر میگیریم و ذی‌نفعان پروژه و کسایی که در پروژه درگیر هستند چه کسانی هستند، از طراحان، توسعه دهنده ها، مهندسین، معمارین و حتی خود شهروندان که مصرف کننده نهایی مناطق هستند. باکس قرمز رنگ با نام زن تول باکس شناخته میشه که در واقع مجموعه ای از ابزارهای مختلف است که به ما کمک میکنه تا عملکرد یک منطقه آلاینده صفر رو اندازه گیری کنیم. اندازه گیری عملکرد در حوزه های مختلف انجام میشه، چه از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی، توان حمل و نقل و بقیه چیزهایی که به اونها پرداختیم. باکس زرد رنگ در واقع دو تا گزارشی رو نشون میده که در چند اسلاید قبل بهشون اشاره کردم و توی این گزارش ها ما به صورت دقیق هم منطقه آلاینده صفر رو توضیح دادیم و معرفی کردیم که چی هست و ویژگی های مختلف اونها رو از نظر عملکردی از چه جنبه های عملکردش بررسی میشه مورد بررسی قرار دادیم و اینکه چجوری اندازه‌گیری ها رو قراره انجام بدیم و چجوری عملکرد مجموعه رو قراره به صورت کمی و کیفی اندازه‌گیری کنیم در این گزارش ها به صورت دقیق عنوان شده. باکس سبز رنگ یک مجموعه رو نشون میده به نام زن KPI تول و در واقع اینجا بعد از اینکه ما اندازه‌گیری هامون رو در سطح منطقه انجام دادیم در واقع به این توجه میکنیم که چطور میتونیم نتایج اون رو به نمایش بگذاریم و چطور میتونیم این رو گزارش کنیم که جلوتر بهش خواهیم پرداخت و نهایتا یک ویژوالایزیشن تول باکس داریم که به ما کمک میکنه که نتایجمون رو به صورت بصری و به صورت واضح به مصرف کننده نهایی عرضه کنیم. در این اسلاید فرایند دستیابی به مناطق آلاینده صفر رو مشاهده میکنیم که همونطور که گفتم 3 فاز مشخص وجود داره در فرایند دستیابی به مناطق آلاینده صفر. همانند بسیاری از پروژه های ساختمانی و پروژه های زیرساختی ما یک مرحله طراحی استراتژیک داریم، بعد مرحله اجرا و نهایتاً فاز عملیاتی رو خواهیم داشت. بر حسب استانداردی که در کشور نروژ توسعه داده شده برای پروژه های ساختمانی هر کدوم از این فازها گام های مختلفی رو به خودش اختصاص میده که در سطر بالاتر تصویر مشاهده میکنیم که هر کدوم از این گام ها چه فرآیندهایی رو در نظر میگیرن در داخل خودشون و چطور میتونیم با پیدا کردن هر کدوم از این گام ها نهایتاً به فاز عملیاتی نزدیک بشیم. و همچنین مسئله مهمی که وجود داره اینه که چطور اعضای مختلف پروژه در این فرآیند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. شهرداری ها چه وظیفه‌ای دارند، شرکت های مهندسی مشاور چه وظیفه‌ای دارند و در واقع اون کسی که دارنده این هدف بالانس صفر هست چه وظیفه مشخصی دارد و چطور میتونه این هدف رو تا پایان پروژه در واقع تعقیب و ترک کنه.
در مورد ارزیابی مناطق آلاینده صفر، همونطور که گفتیم هدف اصلی ما در تعریف یک منطقه با آلایندگی صفر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بود. ولی این تنها چیزی نیست که ما بهش بسنده می‌کنیم. بله، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دستیابی به یک منطقه آلایندگی صفر یک اجبار هست و حتما باید ما این محاسبات رو انجام بدیم و نشون بدیم که آیا به بالانس صفر دسترسی پیدا کرده ایم یا نه. ولی خب یک سری گروه های دیگه هم وجود دارن که ما این گروه ها رو میتونیم به صورت اختیاری انتخاب کنیم و بر روی اونها تمرکز کنیم. این گروه ها همونطور که قبلا گفتم انرژی، توان، حمل و نقل، فرم شهری و مسائل مالی هستند. در واقع ما 6 دسته‌بندی مختلف داریم برای ارزیابی عملکرد مناطق آلاینده صفر. 14 معیار ارزیابی وجود داره و در مجموع 42 شاخص عملکرد کلیدی در این مرکز گسترش داده شده برای اندازه‌گیری عملکرد یک منطقه آلاینده صفر. برای مثال در جدول سمت راست ملاحظه می‌کنیم که برای میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ما 2 معیار ارزیابی داریم. یکیش میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و دومی جبرانسازی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای هست. برای کاهش انتشار ما در مجموع 6 شاخص عملکرد کلیدی توسعه دادیم و برای جبرانسازی 1 شاخص عملکرد کلیدی توسعه داده شده است. فرآیند مشابهی برای بقیه گروه‌های بقیه دسته‌بندی ها هم وجود داره که در واقع اختیاری هستند و ارزیابی عملکرد برای این دسته‌بندی ها برای ما در واقع امتیازات بیشتری رو برمقام میاره. در واقع میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای یک اجبار هست، ولی بقیه میتونه امتیاز ما رو و عملکرد ما رو در سطح منطقه بالا ببره. و این توزیع امتیازها برای هر کدوم از دسته‌بندی ها با توجه به فعالیت‌هایی که همکاران ما در طول سالهای گذشته در هر کدوم از دسته‌بندی ها داشتن بین شاخص‌های عملکرد متفاوت توزیع شده. برای مثال متخصص انرژی تعیین میکنه که بله، برای ایندیکیتور اولمون ما 8 امتیاز در نظر میگیریم، برای ایندیکیتور دوممون 8 امتیاز در نظر میگیریم و هر کسی که این ایندیکیتورها رو ارزیابی کنه این میزان امتیازها رو بر حسب عملکردشون دریافت میکنه. یعنی نهایتاً حد اکثر امتیازی که برای ایندیکیتور اول میتونه دریافت کنه 8 است، ولی اگر عملکرد خوبی نداشته باشه ممکنه مثلا امتیاز 5 رو دریافت کنه. و این روند برای بقیه گروه ها و بقیه ایندیکیتورها هم تکرار میشه. یک مثال اگر بخوایم در مورد یک شاخص عملکرد کلیدی داشته باشیم برای دسته‌بندی گازهای گلخانه‌ای، همونطور که اینجا میبینیم شاخص عملکرد کلیدی اول رو در مثال ملاحظه میکنیم که مربوط به مواد هست، مواد و مصالحی که در منطقه به کار گرفته میشه. در واقع هدف ما اینجا بر این هست که با این شاخص عملکرد کلیدی نشون بدیم که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مواد و مصالح به کار گرفته شده در منطقه چقدر هست. چطور اون رو ارزیابی میکنیم بر حسب استانداردهایی که وجود داره، چه استیج هایی، چه ماژول هایی از چرخه عمر رو تشکیل میده در ارزیابی گازهای میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و در واقع با چه متدهایی میتونیم این میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از مواد و مصالح رو در منطقه آلاینده صفر به حداقل برسونیم. مثال دیگری که وجود داره شاخص عملکرد کلیدی شماره 6 هست که به پایان عمر مواد و مصالح اشاره میکنه. در واقع اینکه ما چطور میتونیم در پایان چرخه عمر مواد و مصالح اونها رو در واقع مواد و مصالحی رو استفاده کنیم که اونها رو دوباره در پایان چرخه عمرشون دوباره مورد بازیابی قرار بدیم، چه در ساختمان‌های جدید در منطقه و چه اونها رو اکسپورت کنیم به مناطق دیگر. اینکه چطور این شاخص عملکرد کلیدی تعریف میشه، متدهای موجود بر اساس استانداردهای موجود
چی هست و در واقع بیس پرکتیس هایی که ما داریم برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای چی هستند در جدول مشاهده شده. تمامی این جدول ها با ریز جزئیات و مثال ها در گزارش هایی که در چند اسلاید پیش مشخص دادم به صورت جزئی نوشته شده و توضیح داده شده و در واقع کسی که میخواد این آنالیز ها رو انجام بده و کسی که میخواد منطقهش رو از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بررسی کنه باید این دوتا گزارش رو در اختیار خودش داشته باشه و اونها رو به صورت دقیق فالو کنه تا بتونه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو اندازه گیری کنه و نهایتاً بالانس رو بسنجه و ببینه که آیا به بالانس دسترسی پیدا کرده یا نه. در شکل سمت راست یک تصویرسازی رو مشاهده می‌کنیم از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برای یک پروژه فرضی که در طول 3 فاز میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان داده شده. برای این به عنوان مثال در این پروژه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از فاز اولیه رفته کاهش پیدا کرده تا تونسته در فاز عملیاتی به میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در واقع به بالانس 0 برسه. در واقع هم ما تونستیم کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو انجام بدیم در طی فازهای مختلف و هم اون جبران سازی رو انجام دادیم تا نهایتاً به یک بالانس 0 دسترسی پیدا کنیم. در مورد بقیه گروه هایی که برای بررسی عملکرد معرفی شدن نیز مثال هایی رو در این اسلاید مشاهده می کنیم. برای مثال در گروه انرژی یکی از ایندیکاتورهایی که مورد بررسی قرار میگیره سلف کانسامشن هست. در واقع چه مقدار از انرژی پاکی که در منطقه تولید میشه توسط خود منطقه مورد استفاده قرار میگیره. این یکی از ایندیکاتورهایی هست که برای دسته‌بندی انرژی مورد استفاده قرار میگیره. هدف از این ایندیکاتور چی هست؟ به چه صورت ما اون رو اندازه گیری میکنیم؟ نهایتاً چند امتیاز براش تعلق میگیره؟ رنج محدوده‌ای که برای امتیاز برای هر کدوم از این ایندیکاتور هست به چه شکل هست و نهایتاً از چه طریقی میتونیم اون رو به امتیاز بیشتری دسترسی پیدا کنیم و در واقع بیس پرکتیس ها برای این ایندیکاتور چی هستند. مثال بعدی که داریم در مورد فرم شهری هست و در واقع تمرکز میکنه بر روی بلاک دنسیتی و میخواد بگه که بلاک دنسیتی در یک منطقه با آلاینده 0 به عنوان یک ایندیکاتور فرم شهری نقشش چیه، چجوری اندازه‌گیری گرفته میشه، از مدل های GIS برای اندازه‌گیریش استفاده میشه، میزان امتیازی که اگر در محدوده رنجی باشه که در محدوده‌ای باشه که تو باکس مشاهده میکنیم نهایتاً یک امتیاز دریافت میکنه برای این ایندیکاتور. و مثال بعدی به کاتگوری حمل و نقل اختصاص پیدا میکنه. اینکه به عنوان یک ایندیکاتور ما نشان بدهیم که دسترسی ما به سیستم حمل و نقل عمومی به چه شکل هست، از چه طریقی اون رو اندازه گیری میکنیم و نهایتاً با توجه به محدوده هایی که براش گسترش داده شده میتونیم 5 امتیاز برای این ایندیکاتور دریافت کنیم. مثال آخر اختصاص داره به دسته‌بندی مالی و اینکه برای مثال هزینه سرمایه گذاری ما برای پروژه چقدر بوده، اون رو از چه طریقی اندازه گیری میکنیم و نهایتا میتونیم برای اینکه این عدد رو گزارش کردیم یک امتیاز در مجموع امتیازات دریافت کنیم. بیشتر این ایندیکاتورها بعضی از اونها محدوده های مشخصی رو دارن که بر حسب محدوده شما امتیاز رو دریافت میکنید و بعضی از اونها به صورت کیفی بررسی میشن. آیا شما این ایندیکاتور رو ریپورت کرده این؟ بله. اگر ریپورت کردین یک امتیاز مثبت دریافت میکنید. ولی خب برای اینکه ما بتونیم عملکرد منطقه آلاینده 0 رو ارزیابی کنیم در واقع نیاز داریم به مجموعه از ابزارهای مختلف. این مجموعه ابزارهای مختلف در مرکز تحقیقاتی زن با اسم زن تول باکس شناخته میشه.
و برای هر کدوم از دسته‌بندی ها ابزارهایی جمع آوری شدن که چه به صورت تجاری وجود دارن و چه به صورت تحقیقاتی در خود مرکز توسعه داده شدن. برای مثال وقتی در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صحبت می‌کنیم، وایند LCA یکی از نرم افزارهایی است که به صورت تجاری همه جا وجود داره و استفاده میشه، ولی خب نرم افزار امرود LCA یکی از نرم افزارهایی هست که در خود مرکز توسعه داده شده و در واقع به بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح یک نیبرهود میپردازه. در مورد انرژی نرم افزارهای معمول رو داریم، برای مثال PVSys یا EDIs یا انرژی پلاس، ولی خب نرم افزارهای دیگه هم وجود دارند که گسترش داده شدن در خود مرکز و به همین منوال برای بقیه گروه های ارزیابی هم نرم افزارهایی هم توسعه داده شده و هم در مجموع گردآوری شده. ولی برای اینکه بتونیم بعد از اینکه این عملکردها رو و این شاخصهای عملکرد کلیدی رو ارزیابی کردیم، برای اینکه بتونیم اونها رو در یک سیستم مشخص گزارش و ترک کنیم، یک نرم افزار دیگری توسعه داده شده است که با نام زن KPI تول شناخته میشه و در واقع این نرم افزار یک ابزار پیگیری گزارشدهی و بصری سازی است که برای ارائه نمایشی شفاف و قابل دسترس از عملکرد در دسته‌های مختلف طراحی شده است. در حال حاضر این نرم افزار یک نرم افزار اکسل بیسد هست، یعنی یک اکسل تول هست که ما میتونیم این کسایی که در واقع محاسبات رو انجام میدن میتونن دیتاهای خودشون رو وارد اکسل کنن و در واقع این اکسل به صورت اتومات تصمیم گیری میکنه و به شما نهایتا گزارش میکنه که آیا سطح بالانس صفر شما برقرار شده است یا نه و عملکرد شما برای مثال در زمینه انرژی به چه شکل بوده. شما در زمینه انرژی چه مقدار امتیاز دریافت کردید با توجه به اعدادی که وارد نرم افزار اکسل شده است. همچنین این نرم افزار در واقع ریت بندی میکنه عملکرد مجموعه رو با توجه به اینکه چه امتیازاتی دریافت شده. خب همونطور که گفتیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که یک اجبار هست حتما بررسیش میکنه، ولی برای بقیه دسته‌بندی ها در مجموع برای هر کدومشون 20 امتیاز در نظر گرفته شده که بر حسب فیدبک هایی که از گروه های کاری دریافت کردیم این امتیاز بین ایندیکیتورهای مختلف توزیع شده. این امتیازها مجموع این 20 امتیاز برای انرژی، 20 امتیاز برای توان به هیچگاه با هم دیگر جمع نمیشن و به صورت یک امتیاز واحد گزارش نمیشن که در واقع هدف ما در اینجا این بوده که بتونیم عملکرد رو نسبت به هر کدوم از کاتگوری ها نشون بدیم. در واقع ممکنه یک منطقه آلاینده صفری وجود داشته باشه که عملکردش از نظر برای مثال انرژی و توان و فرم شهری بسیار بالا باشه، ولی از نظر بقیه گروه ها عملکرد چندان خوبی نداشته باشه و توصیه ما این هست که ما در اینجا این امتیازها رو با هم جمع نمی کنیم تا بتونیم تمایز قائل بشیم که از چه نظری منطقه عملکرد خوبی داشته و از چه نظر عملکرد نامناسبی داشته. همچنین یه سری کالر کد ها توسعه داده شدن در اینجا که برای دسته‌بندی های مختلف ازشون استفاده میشه. ما گفتیم که برای هر دسته‌بندی ما 20 امتیاز داریم. اگر مجموع امتیازات کسب شده برای مثلا برای انرژی از 40% 20 امتیاز کمتر باشه در واقع هیچ ریتینگی دریافت نمیشه. بین 40 تا 60% 20 امتیاز مهر سبز کمرنگ دریافت میکنن، بین 60 تا 80% مهر سبز رنگ و بین 80 تا 100% مهر سبز پررنگ دریافت میشه برای هر کدوم از دسته‌بندی ها. در اینجا یه نمایی از ورژن فعلی اکسل تول یا زن KPI تول رو مشاهده میکنیم که در واقع میبینیم که همه دسته‌بندی ها اینجا هستند. بر روی 2 فاز اختصاص داره، فاز طراحی استراتژیک و فاز اجرا. فاز عملیاتی رو ما در اینجا مشاهده نمی کنیم چون فاز عملیاتی از روی نرم افزارهای ترکینگ لایو گزارش میشه و در اینجا در واقع محلی برای اون وجود نداره.
گروه های مختلف رو میبینیم: گرین هاوس گاز امیشن، انرژی و توان و فرم شهری و ایندیکیتورهای داخل اونها رو مشاهده میکنیم. در واقع اگر ما بخوایم این نتایج رو از روی این جدول ملاحظه کنیم، میبینیم که این منطقه یک منطقه‌ای بوده که از فاز استراتژیک به فاز ایمپلمنتیشن تونسته میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو 68% کاهش بده. در نهایت تونسته 100% جبران سازی داشته باشه. عملکردش از نظر انرژی در سطح 70% هست، به این معنی که 70% از اون 20 امتیاز انرژی رو تونسته کسب کنه. ولی برای مثال از نظر اکونومی خیلی عملکرد مناسبی رو نداشته و فقط 25% از امتیازها رو تونسته کسب کنه. اینجا یک تصویرسازی رو مشاهده می‌کنیم از اینکه چطور میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کم شده و چه بخشی از اونها نهایتاً جبران شده. در فاز طراحی ما فقط 10% جبران سازی داشتیم، ولی نهایتاً در فاز اجرا این جبران سازی به 100% افزایش پیدا کرد. این هم نمونه ای از نتایج در واقع تصویرسازی هایی هست که در بخش نتیجه زن KPI تول استفاده میشه و در اینجا به صورت فشرده میتونیم مشاهده کنیم که بله، امتیازات چجوری هستند، چه مهرهایی در واقع دریافت شده. در مرکز دایره مشاهده میکنیم که نوشته شده بالانس زیرو امیشن برقرار شده است. پس این منطقه یک منطقه هست که تونسته به هدف خودش دسترسی پیدا کنه با 100% جبران سازی و 68% کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. و عملکردش برای بقیه دسته‌بندی ها به چه شکل هست؟ در شکل سمت چپ ملاحظه می‌کنیم که در واقع با توجه به سطح هدف اندازه‌گیری شده چه عملکردی تونسته کسب بشه. خط نارنجی نشون میده که در واقع در ابتدای کار برای مثال یک شهرداری تعیین میکنه که بله، من میخوام تمامی گروه‌های دسته‌بندی‌های مختلفی که دارم، مثلا انرژی، توان، فرم شهری، حمل و نقل و وضعیت مالی منطقم، عملکرد 80% داشته باشن به عنوان مثال. یعنی 80% از این 20 امتیازی که برای هر کدوم از اونها تعلق گرفته رو بتونن کسب کنن. ولی در نهایت هم میبینیم که خط آبی نشون میده که بله، در بعضی از دسته‌بندی ها موفق بودن که به اون سطح انتظار اولیه‌شون دسترسی پیدا کنن، ولی در بعضی از اونها هنوز جای کار وجود داره و نتونستن به سطح انتظار اولیه‌شون دسترسی پیدا کنن. این اسلاید یک سری مثال هایی رو نشون میده از اینکه ما چجوری میتونیم به مناطق آلاینده صفر دسترسی پیدا کنیم و چه معیارهایی رو در حوزه های مختلف باید به کار بگیریم. برای مثال وقتی در مورد طراحی حرف میزنیم، یکی از هدف های اصلی که مناطق آلاینده صفر دنبال میکنن این هستن که ما از ساختمون هایی که در منطقه موجود است نهایت استفاده رو بکنیم. این که ما ساختمون هایی رو خراب کنیم و به جای اونها ساختمون های جدید رو بسازیم اصلا جزء معیارهایی نیست که استفاده میشه. اگر قرار است ساختمون جدیدی طراحی بشه بر حسب نیاز، این ساختمون بر حسب استاندارد پسیو ها ساخته میشه و در مورد ساختمون هایی که ما قرار آنها را آپگرید کنیم به مینیمم استاندارد موجود در کشور باید ارتقا پیدا کنن. استفاده مناسب از فضاها یکی از معیارهای مهمی است که ما به اونها خیلی میپردازیم. در واقع چگونه از فضاها به صورت اشتراکی استفاده کنیم. در مجموعه های مسکونی که معمولا در مناطق آلاینده صفر ساخته میشه، معمولا ترجیح بر این است که آپارتمان های کوچیک ساخته بشه ولی به جاش فضاهای اشتراکی وجود داشته باشه که برای مهمان های آپارتمان های کوچیک استفاده بشه. در واقع به جای اینکه شما یک آپارتمان 2 خوابه برای خودتون خریداری کنین، ترجیح میدین آپارتمان 1 خوابه داشته باشین ولی فضای مهمانی داشته باشین که با همسایه خودتون شریک بشین اون رو و از این طریق بازده فضا رو افزایش بدین. یکی از معیارهای دیگه‌ای که خیلی مهم هست این هست که تا حد امکان از ساخت پارکینگ های زیرزمینی جلوگیری به عمل بشه. یک هدف اصلی که پشت این هست
به دلیل این هست که ساخت پارکینگ های زیرزمینی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایش خیلی بالاست به دلیل مصالحی و موادی که استفاده میشه و دلیل دیگه این هست که مردم رو سوق بدن به اینکه از سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده کنن به جای اینکه هر خانواده‌ای برای خودش اتومبیل شخصی داشته باشه. یکی از معیارهای دیگه در مرحله طراحی دیزاین فور دیس اسمبلی هست. در واقع ما بتونیم مواد و مصالحمون رو به شکلی طراحی کنیم که در پایان چرخه عمرشون اونا بتونن به راحتی از ساختمون جدا بشن و در ساختمون‌های جدید مورد استفاده قرار بگیرن. در مرحله ساخت و ساز یکی از موضوعاتی که اخیراً در کشور نروژ بسیار مورد توجه قرار گرفته مفهوم emission free construction site است که در واقع ما در emission free construction site ها از ماشینالاتی استفاده می کنیم، در واقع ماشینالات سنگینی استفاده می کنیم که به جای استفاده از سوخت های فسیلی از مبتنی بر برق هست انرژی مصرفیشون و در واقع از این طریق هم میتونن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مستقیم رو در خود سایت به حداقل برسونن، میزان سر و صدا و آلودگی خود سایت رو به حداقل برسونن و از این طریق میتونن در واقع سهم بزرگی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جامعه داشته باشن. در سمت راست یک خبری رو مشاهده می‌کنیم از روزنامه گاردین که همین اخیراً به این موضوع اشاره کرده که شهر اسلو در واقع تبدیل شده به رهبر این سایت های ساخت و ساز آلاینده استف و در سال گذشته حدود بالای 90% از پروژه هایی که مربوط به شهرداری خود اسلو بودن با استفاده از ماشینالات سنگین برقی انجام شده به جای ماشینالات متداول. مثال دیگه هم در زمینه فرم های شهری هست که در واقع ما از انواع اقسام ساختمون ها در یک منطقه داشته باشیم و اینکه تا بتونیم یک در واقع ترکیب متناسبی رو از ساختمون ها در منطقه داشته باشیم، میزان استاندارد پارکینگ ها رو کاهش بدیم، فضاهای پیاده روی و فضاهای دوچرخه سواری مناسبی رو در منطقه داشته باشیم. فضای سبز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اینکه از درخت‌ها و فضاهای سبز موجود یعنی حد اکثر ما باید اینها رو حفظ کنیم و نباید اصلا اونها رو از بین ببریم و برای ساخت ساختمون‌ها از اون مناطق استفاده کنیم. یه سری مثال دیگه در گروه‌های مختلف وجود داره که من از اونها رد میشم الان، ولی خب برای مثال مربوط هستند به مواد، انرژی، زباله‌ها از نظر اجتماعی و سیستم حمل و نقل و اینکه تعمیرات رو به چه صورت باید انجام بدیم در مناطق آلاینده استف. در این اسلاید یک مثالی رو مشاهده می‌کنیم از یکی از پایلوت هایی که در مرکز تحقیقاتی زن وجود داشت. این پایلوت یک کمپسی هست که در بخش مرکزی نروژ قرار داره و این پایلوت یکی از پایلوت هایی بوده که تمرکز بسیار زیادی روی موضوعات انرژی داشت و در واقع معیارهایی که اینجا استفاده شده تا بتونیم اون میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدیم مشاهده می‌کنیم. این معیارها به این ترتیب بودن که تا حد ممکن سعی شده است که از ساختمان‌هایی استفاده بشه که در منطقه موجود هستند. یعنی تا جای ممکن ساختمان جدیدی ساخته نشده مگر اینکه نیاز مبرمی وجود داشته برای ساخت ساختمان جدید. تکنولوژی هایی که استفاده شده از بایوفیول بویلر ها استفاده شده، CHP سیستم های سولار پنل و سولار ترمال کالکتورها. تمامی ساختمان هایی که در منطقه وجود دارند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اونها از ابتدای پروژه تا بهره برداری از پروژه و در فازهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته. از مواد و مصالحی استفاده شده که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اونها پایین هست، مانند لاکربون کانکریت یا سیمان هایی که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای آنها بسیار پایین هست و همچنین از مواد و مصالحی استفاده شده که دوام بالایی دارند و این موضوع باعث میشه که نیاز به تعمیرات در منطقه کاهش پیدا کنه و از این طریق ما به مواد و مصالح جدید کمتر نیاز داشته باشیم. در واقع تمامی ساختمان هایی که موجود هستند در مجموعه
بر اساس استاندارد زپ یا زیرو امیشن بیلدینگ ساخته شدن، یعنی هر کدوم از اینها یک زیرو امیشن بیلدینگ هستن که نهایتا کمک فراوانی میکنه به مجموعه برای دستیابی به سطح زیرو امیشن نیبرهودز. تکنولوژی دیگر که در منطقه وجود داره تکنولوژی ویکل تو گرید چارجینگ هست که ما در واقع از خودروهای برقی استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم به شبکه انرژی رو پس بفرستیم، یعنی هم خودروهای برقی انرژی دریافتی خودشون رو از شبکه دریافت میکنن و در مواقع نیاز میتونن به شبکه انرژی برگردونن. در این تصاویر رو مشاهده میکنیم از هر کدوم از این تکنولوژی ها در منطقه. وود چیپس هایی که برای CHP استفاده میشه، خود دستگاه CHP، سیستم های خورشیدی و استوریج دستگاه CHP و همچنین سیستم شارژ ماشین های الکتریکی. ولی خب همونطور که گفتم این پایلوت یکی از پایلوت هایی بود که در مرکز تحقیقاتی زن مورد بررسی قرار گرفت در طول 7 سال گذشته، ولی پایلوت های متفاوتی وجود داشت و یکی از آخرین ریپورت هایی که ما در مجموعه داشتیم تمرکز داشت بر روی تجربه های آموخته شده در طول سالیان گذشته از پایلوت های مختلف. این ریپورت رو میتونین در تصویر مشاهده کنین و اگر علاقه‌مند هستین میتونین از لینکی که در زیرش هست به اون دسترسی پیدا کنین. در انتها میخوام بگم که این مختصری از فعالیت هایی بود که در گروه کاری ورک پکیج 1 انجام شده بود در طول سالهای گذشته و یک مرکز تحقیقاتی بسیار بزرگ بود که افراد مختلفی درش درگیر بودن و نتایج بسیار زیادی توش حاصل شده که میتونین با دسترسی به سایت مرکز از تمام در واقع مقالات و گزارش هایی که در مرکز منتشر شده با خبر بشین. سایت مرکز هم در سمت چپ تصویر ملاحظه میکنین. در نهایت این بود ارائه‌ای که من داشتم امروز. امیدوارم که بتونه مفید واقع بشه.